سلام بچه، امروز روز دوم چالش 75 روز سختم و همچنین رژیم شوک اسلیو من. نسبت به دیروز 1 کیلو کم کردم. قرصای ویتامینیمو خوردم، شوک‌گذاریمو نوشتم و رفتم واسه دویدن صبحگاهی. واسه اولین تجربه خیلی باحال بود. چون یک شنبه بود گفتم یکم به کارهای نرسیده خونه برسم. واسه همین لباسشویی رو روشن کردم و ظرفایی که 2 روز توی سینکمون مونده بود رو شستم و شروع کردم به تمیز کردن خونه. گفتم حالا که تعطیله یکم به خودم برسم و شروع کردم به خوشگلاسیون ناخن‌های پاهام. اینجام لباسا رو پهن کردم. دوربر ساعت 7 غروب من قبل از اینکه فست 17 ساعتمو بشکنم قرص جوشان منیزیومم رو خوردم و واسه روز دوم 2 عدد تخم مرغ و 1 عدد سیب زمینی داشتیم. پشت بندش رفتم باشگاه و فول بادی کار کردم. اینجا هم دیتاکس هم خوردم و 10 صفحه کتاب خوردم. تا ویدیو بعدی خدافظ.